چیکار کردی؟ چیکار دکا؟ خواهم دادی. همین زدن. شروع پرواز. چیکار دکا؟ چی؟ چیکار کردی؟ کتاب نصرانی. چی؟ خیلی چی نه مثلا کو؟ چیکار است؟ کار خواهد چیکار کنی؟ این کارم بو گرفته خیلی بریم اونجا بشین اون چاچاق میخوای چی میشه؟ اصلا بالا مامان. نه خیلی نیست. نیست اولیگ نشیده. یا سیستم زد. کاغذ بیش نفیم توی بولگیره کن. تو بولگیره کنی. با کی جواب خواهم دوست سوزد. یه وقت نجات دیوونه فقط میشم کارف میکنم. مخول میشم. سید یا کوریه زنگ میزنه من یه بورالیاش میگه کاروچی یا کیناش میگه نفهمیدم دیگه. گفتی بازار بعد پول میام گفته سیم. من مثلا دارم که با آتشون دیگه نمیبرد بودم. اوه است کی ya جون توچکا زور بگیرم. تست. iki boşa maksimum. Alo. بابا قاری السلام علیکم. سازن قاری جان خوبین؟ خوب تین سلام بچه خوب. قاری جان یک کارم غلطیه برایم سراش نگفتم یک چیتون پرسم. یا جا آورید که دگیم قاری نمیجه دارم می کلازاردو قپیدیان. انا یا ماشین زدگیم وای ادامم کاروچی ادامش شوفیرش کم ترمزاش گرفته. انا سوم گفته سیان اگر سوم نتیم اگر مرا میدونن که دکمنتوم هم ساز نیسته کاروچی اگر ببرن راست یا دیپورت میکنن یا یکم چی مثلا میگریزه کاروچی سراچ نیستم در کوره. خب انشالله چند تا در کوره؟ اگه 500,000 گفته سیان چند قید داشته باشه هم قبطه. خما در پول گفتی برای جراحی در کوره برای اپراسیون. خم پلامتمون چند روز در کورتای؟ دو روز پاس همجا. 12 کایده خلاص یا بسته. تمام بیاینم تای آفیس بیاین از من بفرو. خیلی میره خیلی بکن میگم ماشین زدگی که جون میستی خب کن این نمیره. ها خارجان ها نه بیاین با تای آفیس بیاین نمیفری. خب رحمت خارجان با خدمت اید. این پرابلم باره پرابلم خدا نگهبان شما مردم خدمانه. این پرابلم خارج میشن در دیریش با داخل میشن. الله نگهبان شما باشه. خواهم نمیفهمی خب که این تمام پر حالا خب پس بیام. یکم 10-15 میپاس پلان خیلی میاره بارخ میزنه تا چیزی میشه. 500,000. گفت 100,000 میتونم بس داد. خواهی بیش هر روز میکردیم زورا کدام مردم من آیا بار میگیریم یه هفته میگردیم. تلفن برداریم. کردی؟ تلفن وایرون شده باز را کار نکرده است. بیا پلا بگیریم تمام. پلا بگیریم بابا. پس بیا. 15 minut گفت کارچی باز میزنگ میتونم. توچکای زورا باور کرد. رنگ یو دفعش نباشه. حالی هم پولی بایشن آدگی. 20 دلار باید قرض رو اینا 100,000. میگیری بگوزی میبینیم که نیشتر شد. یا گمس میره. Димон, здорово. Мы вечером приедем. Средний стол есть, который бронировай, пожалуйста. Да. Ну, как обычно, толпой подъедем. Все, спасибо, друг, спасибо. Tamam, korhalay. Tamam. این خوری هم نویس. ما بعدی 6 minut آموزه میشم. Tamam. خوری برای خودمون دویده است. خرافتی کاش تو باجوش هم مخم تو خمر رفتم. Tamam. Facebook, Tenjiban? Fuşiku. Salam aleykum aborda baba. Aleyküm selam. Tenjiban? Tenci ya cevabı kadem mi Nijer kaysan ki kapıl biten barang futma. چند قدر کرای؟ Ki ya 500,000 گفته sen چند قای بتونن. ما دارم قپل باید اپراسیون کردن در کار. یه برادر نظر نیسته؟ می 2 روز 3 روز پس برادر میتونم خواب جون. درست است. ماکسیمم. یعنی قونا کومده زنگ نزن کومد. یعنی 2 روز 3 روز. مردم شیرینه. ما 2 روز 3 روز پس. سب مثلا 100 تا با بهترین میشه. الان 100 کیلومتر شیرینه.
اصلا پروری نکرده دفعه یه بروچت کنیم برای اپراتسیون توی مردم اپراتسیون فهمیدی؟ درست سه روز پس ابراد 20 30 40 50 60 70 80 90 100 من شینا تماس نکوموته قاری جانم 2 روز یا 3 روز پس ابراد نمیکنم که خود بالا گمشون بالا میمونم اتمون نه یاردم در کور هستم برات اپراتسیون کردن در کور قاری جانم 2 روز 3 روز پس خدا خب نگهدار حالا بخدا در امان خدا باش خب بزن دست داشته خب چی؟ کارو بزش چوها؟ برای کی؟ من اونجا زنگ زدم اخی 100,000 دیگه با خرزار جون این خرزار نیست پناش بخدا هم فرشی نیست ای خو فرشی بوشا خوریه این فرشی بومتا میکنی پای خیمه میگریزه نایما چوها میکنی آه تمام خیلی زنگ بزن رفتیم زنگ زدی میپریم ما این کامرا چی کنیم که کار بگریزه دوره کنه تا چیم این باینه میریم مرسی بگی آخی تو بگی آی پیدا جانو خیلی دیگه ما ایمان شاید تو پول داری رفتیم اما بچه زنگ زنیم کو اینه که همه پول دادی ندادی دلش گرم نخوردی زنگ نزدی بچه تلفن نمی برداره کو در خدمون میگن کو با دست بته و با پا بده هم خیش دیگه باید اپراتسیون در کور سبحان الله باز زنگ زنیم کو چی میگی؟ نگرفتم اپل مو ده برداروش بکشیم بزنیم او ویدیو ویزو زنندیسته پلا خواه دارم بینی قاری جان پلا دادید که همه آدم بازنده پلا داد دیگه نمیپرسد نمی برداره پلی بچه اپراتسیون در کور سبحان الله چه به مردم خیلانه ای سبحان الله بعد ای بوارید میپوین سبحان الله دیگه نمیفریم کسی قرض بتی چو گلی سو بچه چوکا دیکا این سوزی میشه هیچی نیست زیخ شیدم اخی بخچی ها نخواهیم نیست یا سوشید نه خطا نه خوارده دیر میتون میخوی اخی میاد کسوستی سیست گردم دیم نبودم اخی نه آمدم با نمورم یک کسا ایس کدیم برای دو کی؟ خوریزه یاخی خوری سالا 100,000 گرفتیم رفتیم مغازه شنگلیزم گرفتن در خیلی نبود که دادم نبود که پلش بومتیم ابراد نه گرفتیم گفتیم که تمام پل خواه میبینه ایست روسه خیلی فکر یکم اکا بگیم که کلپو نیست یکم من کانش نبرداشته استم یا سال شی به چورا زنیم سر کدام های کلپو بکوریم بگود گرسیستیم ای بیا نبرداریم یک زنگ میزنم میگه خیلی توکلش به خدا میبخشش میره خوری هم خود ببخشش اکو اوشیدگی تمام همون کسی گه زمزه بو بجو جا توشکه سوره گو میریم وای پلا نمیتی کدام ها دینا ماشین فروختی گپ چاپ کردی 100,000 ما قرضوری یا 110,000 قرضور داری بیا داری بده اخی نداری داری خیلی بول سر داری دینا ماشین فروخت اونا نیست اینا اونا اخی دینا نیست ماشین فروختی یک میریم اونجا اون کس زمزه میریم و همورته هم قد میریم همورته ای برو بده کارت نمیتی قرصا نه تو ما قرضن نیست دایده آی چه خیلی قرضور نیستی ماشین فروختی پلاته آی ماشین کیم که گیرتن فروخت از رنگم نخوا نباشه که وای میریم 100,000 شب بسه یگم 50,000 شب بسه ندارم پول نیست تمام
کارت قاری بیام خیلیش میگم قاری پول نیست ما دیگه ماشین نپاشیم ندارم پول آخه نیست پول نیست میشه مخن بیت میرفتم ایدینا ماشین فروختی جوکتی الان ماشین کین که برگی تو فوزیم بریم ای نکم ویش ندارم میلیون جام کیسه فقط ندارم نیست پول هیا بول بگی تشکیل که بریم یکم جا یا بول تو قرار بگی فکر ما قرض ما باور نمیکنم من زنگ میزنم آی باید السلام علیکم. سلام علیکم. تلفن تا نمیبرداری؟ تلفن زهره نداره خوری تلفن تعلیش کرده گیم دوگ میره سبحان الله چه باید برداری؟ ای تلفن دیگه کسا داده گیم به مرامت بشینه خدا نمیترسی تلفن داریم برداری پلا دانه دو روزه گفتی در مشکلی در بردم زنگ زدی در مدت 15 دقیقه پلا آوردم دادم در خدا نمیترسی تری کار میکنی تلفن نمیگیری پلا نآوردی همو بعد شما هم 2 روز پس شما هم تلفن گم کرده گیم بعد عقل نمیری بر زنگ بزنی نمراتون نمیدونم خوری آدم کوونده چه خیلی افتیم در وقتی که در کارت بود یافتی زنگ زدی ای خیلی که قپل نبود خوری هم 100,000 500,000 باشم 100,000 ورور بته او قپل نباشه بیا که بس شید می داری پول شید میتونم میشه آخی نیست جا که پول آخی چیه 100,000 بده خدای مدت 1 سال نشید سبحان الله اپراسیون در کار بود با قرض گرفتم یک از دیگه خیلی قرض کار تابود کردی که بس آخی خدا بترسین همین شید که شید میگیری نصیب ها ادش پیشتی را میگیری آخه برادر من چه پیشش نگیرم که باید برادر ده پولش برای تانی ورو بته نه ما خدمت ما شید تمام خوری بذار فای کارو چم پول شید میگیری شو میشه باز بخیزم را پول مرا نمیتی اون نیست شدم با جنگ جنجال بخیزین قاری اکو قپل نیست بگونه نیستیم کام پول شید نیست چانس ما 100,000 ای 100 میگیری خوری میشه چرا واجب پدیش که پولش باید تانی ورو بته برادرش اگر روز باید تو تانی باید برو پول بته میشه واقعا خشید میگیره در کار از دما اگر است رفیق تا اگه اونجا دیگه قرض گی قاری پول شید میتمیش بابا قرض من کی قرض نمیبخشه میره فراموش میکنی نه بخشش الله میبخشش من الله خوری حق بنده را نمیبخشه میره فراموش نکنی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آدمی قرضدار جنازه نکرد فهمیدی بمبری روزی مرگت در روزی تابوت در پیش تابوت من طلب میکنم ای فرزندات یا اکاو دادر یا پدر مادر کی من می مرده ما قرضدار اگر من زنده باشم زنده هم نباش فرزندام امر میکنم کی طلب کنین پلامی 100,000 قرضدار بازم این هر انسانی که بمره روز قیامت ثوابای نامه اعمال ثوابش میگیرن به انسانی که قرضداری در اونو میدین اگر که ثواب نداشته باشه گناههای او را میگیرن در بالاتون میمونن ما چیزی که میدونستم چیزی که امر خدا و رسول الله های برای تو فهموندم باقی مدت در امان الله خودت میدونی و گروه اعمالت من دیگه طلب نمیکنم من کلام سوقی کردم زنگ زدم نبرداشتی آمدم بعد گوش شنیدی که چیزی من گفتم تو میدونی و گروه اعمالت و قرضات و اگر که نتی روز قیامت من دعواگرم نزد پروردگار از پولهای دادگی سلام علیکم و این آدم قرضدار که گناهش بسیاری بد بوده من ایتا قرضدارم من نه داشتی پول کو من کی اینم چانس منجا همه 100,000 که من ایتا قرضدارم اینم من که من در این گناه خوش نمیشم میتی قاری در پولا نمیتی توکل به خدا تمام رفت آکی دچی ندارم روش اوناست ما که چرا کس قرضدارم بیا اول این خوری را ما برم که 100,000 قرضدارم کنم ای سبحان الله ایشم نداد میرم اقفای زندگی سبحان الله با دست میتی میگم با پو میدوی در اصل میگم برسته لبای بخشش زیاد قاری جان هم پولتون رو بگیرین من هم میدونستم این قدر قرضدار بدن گناه بده من 100,000 دادگی تو نه قاری جان حساب شکنه باورت کنیم اکی حساب کنه خوب میشه بارو که باوری برامدگی 50 60 70 80 90 100 راونه اصلا تو وری میدادی لبو وری زنگ میزدی من کارت بود میکردم لیک متاسفانه وری میداد واسط کی یک چیزی همون زخم دیل کی شوا همون چیز شمشیر ده بگیری پایش میمونه هم کیدت کرده ما شاید که دیگه کسار بابوش تشیدن یک قرضات در حالت ضروریشون شما پول گرفتید چون جو کردن ای بانی یک سال گذشت ما گفت گپا با دست دادم با پودای دو کفاش ما گرفتم بخش زیاد قاری جان ما او وقت نمیدونستیم این قدر گناه بدن الله نیابون تو باشه یا دوام متخوری
خداوند در کسب کارت برکت عطا فرما. هر کسی که احمق کردگی پولش گرفتگی دادگیش نیستی، الله برکت بده بر بگردانی هر انسانی که قرضداری ایمونو پولش بر بگوین در دستشون بتین. خدا از تمام بلاها و آفت‌ها نگهبان باشه، برای راست هدایتت کنه. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. و صلی اللهم علی محمد. یا برگا بخشش زیاد خورد. سلامت باشید. برای چوت می‌خوریم. خدا بخدا. الله نگهبان تو رحمت کلام. خب برادران عزیز، الله سبحانه و تعالی نگهبانتون باشه. یک کارت که چوت که هست نه بگیم شاید به بعضی وقت معقول شده باشه، لکه من کمتر اگر هم خیلی ویدیو معقول تو باشه چم ای بطلرای حضرت الله نگهبانتون باشه. این ویدیو رو ما با چی خاطر کردیم؟ به خاطر اینه که هر کسی که قرض داره رسول الله صلی الله علیه و سلم بینین که جنازه‌ش نخوند، وای به حال شخص مسلمانی که جنازه‌ش نخونن. یک دیم که تا زمانی که قرض شنتن، اگر هم که کسی پیدا شد قرض بده، یعنی پیدا شد که جنازه‌ش بخونه، تا زمانی که قرض ادا نکنن، فرزنداش نتن یا که اکاو دادرش یا پدر مادرش قرض همون انسان نتن، در عذاب قبر گرفتاره، در قبر عذاب دادنش میگیرن، عذابش زیاد چیدن میگیره و کم نه. یکم دیمش وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم جنازه کسی نخون، حضرت علی با عهده گیری بکله گرفت که ما قرض شمیتم وای بین چند تا گذشت قرض نتونی زاده. حضرت علی کار نکرد و رسول الله دیدی گفت قرض دادی؟ گفت نه. گفت تا زمان قرض سکینتی او در عذاب گرفتاره. حضرت علی رفت کار که قرض داد، گفت نه عذاب قبر نجات یافت. یعنی وای به حال شخصی که قرضا رو میبره، یعنی قرضا خالص به خاطر الله گرفته و بعضی بخشیدنش نور علی نور، قرض داره بگیم پول در هر جا صرف کنه وای به حالش. یک مسئله دیگه مسئلهش که هر انسانی که بمبره قرضدار باشه، مثلا خدای نخواسته ما بمبرم عید برادر من قرضدار باشم، چیکار میکنن؟ ثوابای اعمال من چیکار میکنن؟ به یو میگن تقسیم میکنن. اگر ثوابا کمی کنن مبادا سبحان الله، گناه های اینها رو میگن در بالای ما میمونن، عذاب ما چند برابر زیاد میشوه. نعوذ بالله از این کارها. با اون خاطر هر کدامت که قرضدارین، انسانایی هستن که از منم قرضدارن، اگه بخرم قرضدارن، شاید یه دیگه کسا قرضدار باشه. شکر میکنم در بین گپ زدن تا اینکه اینترس نشوه. الله نگهبانتون باشه. یعنی حداقل 500 روبل، 300 روبل، 1000 روبل. والله من خرسان میشم که میسونه که گفتی 300 400 هزار قرضدار، حداقل 500 سوم پرتون کردن، 1000 سوم، 2000 به قدر استطاعت. الله حتی میگه عبادت من بکنین به قدر استطاعت. فاتقوا الله ما استطعتم. اما ما بندای الله سبحانه و تعالی هستیم، البته ما به قدر استطاعت قبول میکنیم. یعنی چیزی که نتونی 100 روبل پول سبحان الله قطره قطره کم میشه اون پول قرض. ایونی گفتی با 400 کم میتم 100 روبلی 50 روبلی 1000 روبلی 2000 5000 10000 روبلی تیم قرض کم شدن میگیره. در وقتی گرفتن گفتی که با زبون درازه بته لوبوی وریم لوبوی خیل پیچات میکنم لوبوی وریم میتمون یا زبانه که خلاص وقتی زنگ تو میزنن تلفن رو نمیگیرین. با بعضی میگن که تلفن نمیگین با حقارت میکنین. بعضی حقارت رو با میگن لوبوی زور تبیر جرات شمیدم نمیتونم چیکار گفتم میتونی چیکار کردم چیزی دست میاد بک سبحان الله. یعنی دو تا منافق شدگی هستن بعضی سبحان الله که پلا میگیره با پوق با دست میتی با پو میدوی. الله نگهبانتون باشه. یعنی حرکت کنین. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه اتقوا قهر الرجال، شما از غضب مرد بترسین. برای اینکه مرد غضبناک شود گفتی که همه کارا میکنه. بسیاری حالت‌ها رو ما دیدیم شینه که برای قرض برای 10000 برای 20000 کلاه آدم گرفتگیه در حالت غضب باش میگه چیزی دستت میاد بکو چیکار میتونی بکو او غضب نکنه میگه مش اعصابش خرابه زریزش میگه که کلاتا به جا میکنه. با اون خاطر انسان غضبناک نکنین و اورین پلاتون بگردونتین کسی که اکه بخیر قرضدارین پلا رو بروتین ویدیو بچه‌کم گفت که 1000 سوم 500 سوم کادوی پلیبون تماشا میکنین بودین تمام همه 100%. ما حتی میدونی چی اصلاح مونو با بعضی قرضدارم ماه شریف رمضان بود گفتم کسی که 500 سوم تا 1000 میشه میبخشم، کسی 1000 سوم تا 10000 شم میبخشم. همینطور 50% گفت که باز که بلکه نقد دادگی با اصلاحش میگیم طریقتی حتی هم خیلی وقتا ندادن. پس کو ما یا با فکر کردم که بسیار بخم پول در کو بود بسیار آدم خیلی خرجای اینا دازی ماکس خیلی میدونم. من گفتم که ویدیو کنم هم خیلی صورتاش نبردم. یعنی حاضر بود که کسی که پلان نمیتین ویدیو آیان در همین تیماتی که پدا با هم میشه صورتات اینجا میبروید و نرخ بلیطاتو نه سوم قرض میبرویم خیلی چه سوم قرض میشه صورتت میبره تر میشه دلارات خب به هر تو که قرض ما رو میتین تو پلان دیدگی
چه خیلی پول کردم الله نگهبانتان باشه. قرض اگر ما معقول شده باشه یعنی بنویسین تو اینکه ما قیمتی که اگه بخره علش کنیم به همیتری فیلم های کینوهای یا کی چی میگن دیگه چیز قطعی؟ نه دیگه چیز میگن همتر چیز قطعی رولیک های تربیوی کینای تربیوی بله موضوع مهم قطعی. السلام علیکم. الله نگهبانتون. Mir başım.